خدا خواهد روز یکشنبه گلم تمام میشه، روز دوشنبه جمع میشه. الوباد اوغالیقова زنی سالخورده از ناحیه سپیتامین میگوید آخرین دارو و درمانش را در بیمارخانه مرکزی ناحیه گرفته به زودی از طبابتخانه جواب می شود. وی قبلا ادعا داشت که برای شیوه لباس پوشیش به جشن روز وحدت در ناحیه راه داده نشد، بلکه بازداشت گشته در اداره میلیسه زیر لتوکوب ماند. بعد دعواهایش به مقامات بالایی و گزارش رادیوی آزادی، این زن 60 ساله از شعبه کارهای داخلی ناحیه کمک دریافت کرده است. زمنا چانی شرب زاده حیدر همین بالا با کمک کرد، خلاص دیگه هیچ کی یادم کردیش نمیاد. 2000 سامانه. لکن آمده یک بار نپرسید که مالش بخشش ما اکنون خطا کردیم نگفتن. مقامات برعکس او را به اطاعت نکردن به امر میلیسه ها ایبدار کرده احتمال شکنجه شدنش را رد نمودند. حادثه به گفته الوباد اوغالیقова در نزدیکی قصر فرهنگی ناحیه سپیتامین صبح 27 ایون امسال رخ داده است. وی خواسته است در معرکه رسمی بخشیده به جشن وحدت شرکت کند، اما غیر انتظار ماموران میلیسه در درآمدگاه قصر فرهنگ او را دستگیر کرده و به شعبه کارهای داخلی بردند. نمایندگان حکومت محلی میگویند او را به چاره‌بینی دعوت نکرده بودند. روز 27 ایون که همچون شخصی عزادار، یعنی از جداشوی فرزندش نو خبردار بود، یک روز پیش به قبول رئیس ناحیه آمد. قبول رئیس ناحیه به اشتراک کرد، مراجعتش ما قبول کردیم، مورد بررسی قرار داشت. لیکن با چی سبب های ناعیان رفته در نزد قصر فرهنگ همراهی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سپیتامین ماجرا می‌بردارد که این یگان خیر ربط ندارد به مراجعت شخصی شهروند به رئیس ناحیه سپیتامین. به گفته مسئولان حکومت ناحیه سپیتامین، سالهای قبلی 2 مرتبه در پی مراجعت‌هایش برای بهتر کردن وضع زندگانی عائله‌اش، اوغالیقова با زمینی نزد حولگی تامین گردیده است. اما هیچ مقام به این سوال پاسخ نداد که چرا این زن 60 ساله را به معرکه بخشیده به جشن صلح در قصر فرهنگ ناحیه راه ندادند. خود زن سببش را به لباس سیاه تنش پیوند داد.